چاک چاک شده بود، ولی با جستی تونست زخمی بزرگ روی ران پای دیو ایجاد کنه. هر دو جنگجو آنقدر نیرومند و جنگاور بودند که هر دو از جانشون ناامید شده بودند و هیچ کدام بر دیگری پیروز نمیشد، تا اینکه رستم نعره‌ای کشید و یکبار دیو سپید رو بر روی دست بلند کرد و چنان بر زمین کوبید که دیو در دم جان باخت. فرو برد خنجر، دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. همه غار یک سر پر از کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود. رستم پیلتن پیروز میدان جنگ با سر و روی زخمی